کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی دیگر باره هشدار داد که روزهای 14 ایول سال 2023 در حدود ولایت ختلان، سوخت همچنان نویه‌های تابع جمهوری بر اثر شدت شمال از سمت جنوب و غرب و روزهای 15 ایول در یک قطار نویه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای پرچنگ و غبار در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه و نویه‌های جنوبی و مرکز ولایت ختلان، نویه‌های تابع جمهوری و نواحی شمال ولایت سوخت و نویه‌های جنوب و شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آلودگی هوا از حساب ذره‌های چنگ پیش بینی شده است. روزهای 13-14 ایول در یک قطار نویه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت و نویه‌های تابع جمهوری خطر سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی میماند. در این ارتباط کمیته تکراراً به اهالی مراجعت میکند که چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند، سیل راه‌ها، جوی‌ها و کانال‌های محل خود را همیشه تازه نگاه دارند تا آب راه بی ممانعت بیرون رفتن داشته باشد. در چنین روزها رفتن به دامنکوها و ساحل رودخانه‌ها برای جمع‌آوری هیزم، گیاهای داروواری، مای داری و شکار مصلحت داده نمی شود.